بنده از زحمت سوران هستم، باشنده کابل. حدودا تقریبا بیشتر از 20 سال میشه که من کار نقاشی میکنم و این 14مین نمایشگاهی است که ما در نگارستان ملی برگزار کردیم. قبلا من نمایشگاهی داشتم در ولایت های از کشور ایران و در هندوستان، ولایت های کشور خود ما مثل هرات، بامیان، مزار شریف. این نمایشگاه البته با بقیه نمایشگاهی که ما برگزار کردیم متفاوت کلی است، به خاطر که قبلا ما اکثر کارهای ما از درد ملت بوده، از رنج هایی که داشتن، چی طبقه اوناس بوده، چی مردا بوده، چی حالت کار بوده، در حالت هجرت بوده، تمام بدبختی ها را به حساب با شمول چند تا از فرهنگ و طبیعت خود ما. ولی بار خواستم که یک نمایشگاه متفاوت باشه تا ای که یک نوید باشه برای آینده کشور ما و برای ملت ما. به مخاطر اکثر تابلوهایی رو کشیدیم تا کسی در او غمگین نشه از دیدنش و یک فضای به حساب یک انگیزه زندگی بر از اونا ایجاد شود. اون تابلوهایی که شما در اینجا ببینین 40 اثر است، اکثرش رنگ روغن است و کلش کارهای خودم است که در مدت تقریبا کمتر از 1 سال اینا رو ما تهیه کردیم. البته نمایشگاه دیگه هم دارم بعد از اینکه برای اطفال آسیب پذیر است، اطفالی که در خانواده، در جامعه، در مدرسه، در مکتب، در تمام زندگی اینا به حساب در حالت آسیب پذیری هستند و حقوق از اینا واقعا نقض شده. بنان خواست میره به تصویر بکشم، ولی کسایی که در نمایشگاه آمدن اونا رو دیدن که بابا نشد که یک تابلو خوب بکشیم و کل اشکای ما رو در آوردی. ما گفتم منظورم از این نیست که شما رنگ بکشین، منظورم از این است که امو کسایی که با اینمی مسئله حقوق کودک در ارتباط است اونا باید متوجه شوند. متوجه شوند مثلا اگر پدر مادر است، اگر استاد است، اگر مثلا در مدرسه ملا صاحبا و قاری صاحبا است که هنوزم در مدرسه ما ملت کوب است و ما رو به تصویر کشیدیم که در هر حالت اطفال ما توهین و تحقیر و به حساب سرزنش میشه. بنان منظور ما است که برای از اونا یک راهنمود شود تا این کارا رو به حساب دست بگیرن، از این کارا خود دست بگیرن، نه ای که خدای ناخواسته شما را آزرده ساخته باشن و شما جگرخون شین با این تصویرهای من. که من این نمایشگاه رو برگزار کردم، از خیلی کسایی که من در این دعوت کردم شما باور کنید که نه در دولت دوستا آمدن، من ازشان تشکری کردم، خداوند خیرشان بده که قدم رنجه کردن، ولی توقع و ادعای ما از دولت خیلی بیشتر از این بود. دولت اصلا در قصه هنر و هنرمند اصلا نیست، نه تنها هنر نقاشی، در هیچ هنره دولت فقط همیشون چسبیدن به فکر پول و قدرت و از اینکه مثلا چه رقم تصاحب شون چوکی ها را، چه رقم مثلا از یک مدرک پول به دستشون بیاد. بس شما خودتون شاهد هستین سالون است که برای یک نانخوری هم کس نمیگیره، ولی در یک گالری ملی، یک کشوری که گالری ملی میگی، یک سالون به حساب نداره که در اونجا نمایش 4 تا گروه داره، گروهایشون به حساب همش خاموش است، سوخته، کس هم قدر توجه نداره. چی برسه به این که در اون گالری باید لااقل 30-40 سپاهی نقاشی باشه که در روی از تابلو نصب شده. ما باید سپاهی میبود که تابلو رو از دم در چند تا میمونیم تا اینجا کسی که میامد متوجه میشه که نمایشگاه در کجاست. اکثر وقتی که میای ایران میمونن در کجا برن، کجا نمایشگاه است. بنان معضله خیلی زیاد است و دولت اگر واقعا سر هنر و هنرمندا سرمایه‌گذاری کنه، بزرگترین یک عاید به دستشون میشه و جدا از که یک عزت از برای دولت، فرهنگ ما به حساب رشد میکنه، فرهنگ ما به پیشون میره. امروز از بس که اینا خواب هستن، از بس که اینا غافل هستن و به حساب چسبیدن بین این قدرت و پول، کشورهای دیگه سر تاریخ ما، سر داشته های ما، سر نام و نشان ما به حساب اینا تعرض میکنن و به حساب میخوان تصاحب کنن، مثل سید جمال الدین افغان، مثل استاد بهزاد، اکثر مثل مولانا صاحب، هر کدام ادعا دارن که اینا از ماست و فلان است. به خاطر از اینکه اینا توجه نکردن، اینا اصلا ارزش شدیر نفهمیدن. بوت بامیان تخریب شده، باور کنین جای خیلی تاسف است. جناب رئیس جمهور همراه معاونین خود رفتن، بارها از در نزدیک دیدن کردن، اینم قدر
همت در وجودشان نبوده که لاقل همین بوده که چند سال در اینجا خوازه درست کردیم بیا امیر یک بینی خمیری شه پس هم یک بوت درست کنیم که بگویم اگر داشتیم فعلا هم داریم. اما قدر میرن سیل میکنن سر خود خم میپتن ای که نمیفهم که با وصفی که میگن اینا مفکوره چطور چنان هستن چه رقم مفکوره است که از بغل بوت تر میشه. من فقط شونده بودم بوت بامیان تخریب شده و زمانی که بوت بامیان هم از نزدیک دیدم اشکای من گرفتن نتونستم کی خو اگر ما 100 نفر در وطن کشته میشه خب بالاخره انسان از خواهی نخواهی به یک شکل کشته میشه. ولی آثار وقتی از بین میره فکر کو عزت یک کشور، تاریخ یک کشور، آبروی یک کشور و حساب نام و نشان یک کشور از بین رفته که هیچ کس خیالش نمیاد. قبلا که شرایط بهتر بود، این شرایط جنگی نبود. باور کنین دولت بزرگترین عایدش بامیان بود. در بامیان اینقدر توریستا میرفتن، اینقدر شرایط مساعد بود برای تفریح و برای دیدن و آثاری که بایسته در بامیان است. ولی امروز میبینید یک خرابه است، در مغاره‌هاش آتش میکنن، زندگی میکنن، تخریبش کردن. هیچ اصلا دیگه هر چی بگویی درد زیاد است و خدا کنه که صدای ما به گوش یک کسی برسه که لااقل دردی هنرمندا رو دوا کنه.